به برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی خوش آمدید. من مومین احمدی با همکارانم خبرهای تاجیکستان و جهان را خلاصه می‌کنیم. امروز 1 فوریه است. سرخط خبرها: ده‌ها راننده تاجیک در مرز تاجیکستان با ازبکستان درمانده‌اند. مشکل را در بالا رفتن نرخ رخصتنامه ورود به کشوری همسایه می‌دانند. نمیگیریم افتاسیم. قیمت برای چی میگیریم؟ توغری نگیرد چیکار میکنیم؟ وزیر تاجیک سبب‌های محدودیت یا لیمیت نیروی برق در کشور را گفت. یکی از آنها به گفته وزیر تغییر اقلیم است. بارش شد قریب که 95% نسبت سال گذشته کم شدگی. در تاجیکستان سال گذشته یک بیماری خطرناک حیوانات به 10 نفر سرایت کرده است. 10 ماشین بارکش در گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبک مرزی تاجیکستان و ازبکستان بند ماندند. رانندگان میگویند از آنها برای دریافت رخصتنامه عبور مبلغی بیشتر خواستند و تا آن را پرداخت نکنند برایشان اجازه رفتن به کشور همسایه را نمیدهند. همکار ما فرزان محمدی به مرز رفت و با رانندگان و مقامات صحبت کرد. راننده های نقلیات بارکش میگن هر دفعه با میانروی شرکت های بارکشان رخصتنامه یک دفعینه ورود به جمهوری ازبکستان را میخریدند. در سال نو این رخصتنامه کمچین شده و نرخش مایه اساسی ناراضگی راننده ها شده است. ما با امید بودیم که همین سال نو دزوال نو میبرد، همه با امید بود که با سال ارزانی میشد میریم گفته، لیکن برعکس زیاد شده ارزانه. که وقتی که ما $60 میگفتیم بیشتر از اینا گرفتن $120 $30 کردن. میگویم فیرم بدره میگن که این همین نرخ قیمتش دیگه همین نرخه. خواهی گیر نخواهی نه. ما نمیدونیم که سبب چیزی که همین قیمت میشه. همین نمیدونیم ما راننده گم تاش نمیدونه. برای همین ما ایستادیم همه. نمیگیریم افتاسیم. قیمت برای چی میگیریم؟ توغری نگیرد چیکار میکنیم؟ در توقفگاه و کنار راه گذرگاه فاتح آباد حداقل 200 ماشین بارکشی کلان را مشاهده کردم که عین دلیل از ادامه سفر خودداری میکنند. به گفته رانندگان اکثرشان از 3 تا 14 روز باز در اینجا ایستادند. آنها میگن مراجعت‌هایشان برای پست کردن نرخ رخصتنامه در چند روز اخیر نتیجه نداده است. ما استودنامو در اینجا حاضر استودگی ها بر خاطر هایی ما پلامو نمیرسد همو دزوال گریم طرف دولت ازبکستان درایم با قزار میشیم ایتا قزار شده درومساد امو با زیادتر. و برای گرفتن شرح مقامات بارها به نمایندگان وزارت نقلیات و اداره زیرتابع آن با نام خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات این مسئله را پرسان شدیم، اما آنها تا زمان نشر گزارش آماده نشدند در این باره شرح دهند. همچنین به نمایندگی چند شرکتی بارکشان در شهر خوجند رفتیم ولی آنها نیز نخواستند در این باره به ما معلومات دهند. رانندگان میگن این بار اول نیست که نرخ این نوع رخصتنامه بالا می شود. در دوام 1 سال بارها با این مسئله به مشکل دچار میگردند. نرخ پیاز و میوه‌اش همه روسیه میرفتگی شود میخیزد نرخش $300 $400 $700 $800 میشد. ما رقابت پذیری که نتونستیم نومیرای تاجیکی اینجا ازبکی نومیر های، قرغیزی نومیر های، قزاقی های، روس های، بلاروس های. در تاجیکستان تقریبا 13 گذرگاه موجود است که آدمان و نقلیات ها توسط آن به ازبکستان میگذرند. گذرگاه های فاتح آباد آیبک در ناحیه مسجد جایگیر بوده یکی از گذرگاه های اساسی میان تاجیکستان و ازبکستان است. در گذشته نیز بارها با سبب های گوناگون بر روابط ساکنان و رانندگان مانعه ها پیدا شده بودند. در بسیار حالات مقامات در این باره شرح و توضیح نمیدهند و سبب بی‌بندوباری میگردند. این بار رانندگان تقاضا دارند که باید به این مسئله زودتر نقطه گذاشته شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی از گذرگاه فاتح آباد ناحیه مسجد. وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان یک سبب محدودیت انتقال نیروی برق را به خانه‌های مردم اعلام کرد و گفت یک سبب پیشرفت اقتصاد است. از تیر ماه باز در کشور لیمیت برق جاری شده است و مردمی زیادی از تاریکی و سردی در خانه‌هایشان شکایت می‌کنند. علیشیر ظریفی و براد یوسفی در این باره گزارش تهیه کردند.
راننده های نقلیات بارکش میگن هر دفعه با میانروی شرکت های بارکشان رخصتنامه یک دفعینه ورود به جمهوری ازبکستان را میخریدند. در سال نو این رخصتنامه کمچین شده و نرخش مایه اساسی ناراضگی راننده ها شده است. ما با امید بودیم که همین سال نو دزوال نو میبرد، همه با امید بود که با سال ارزانی میشد میریم گفته، لیکن برعکس زیاد شده ارزان نه. که وقتی که ما $60 میگرفتیم بیشتر از اینا گرفتن $120 $30 کردن. میگویم فیرم بداره میگن که این همین نرخ قیمتش دیگه همین نرخه. خواهی گیر معذرت که خطای تکنیکی پیش آمد و بعدا این گزارش را ما پخش خواهیم کرد و برمیگردیم به خبر دیگر. دادگاهی در شهر قزانی تاتارستان روسیه مهلت بازداشت السو کورماش و خبرنگار بخش تاتاری رادیو آزادی را تا 5 اپریل دراز کرد. همکاری ما بیش از 100 روز باز در بازداشت است. استیون کاپوس اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو آزادی تمدید مهلت حبسی السو را در داور خواند و گفت او را برای روزنامه‌نگار بودن بازداشت کردند. السو قرمشوی را ماه اکتبر سال گذشته برای آنکه شناسنامه آمریکایی‌اش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد 10,000 روبل جریمه بستند. بعداً او را آگنت خارجی نامیده و به دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم کردند. در نشست در ژنو وضع زنان تاجیک را بررسی کردند که قانون با آنها چی حق داده است اما در اصل چی سرنوشت دارند. دسترسی زنان به کار، مبارزه با خشونت، امکان شرکت در انتخابات و مشکلات دیگر هم از زبان مقامات و هم حامیان حقوق صدا داد. همکار ما کیومرث عطا این جلسه را پیگیری کرد و حالا با ما در استودیو است. کیومرث، نکته‌های مهمترین در این جلسه چی بودند؟ سلام مومن به شما و بیننده های عزیز. بحث اساسی درباره حق و دشواری های زنان تاجیک در نشست کمیته سازمان ملل در ژنو روز 31 ژانویه صورت گرفت. در آن گروهی از منصبداران تاجیک از جمله وزیر عدلیه، وزیر کار و مهاجرت، مشاور پرزیدنت و دیگر منصبداران شرکت کردند. مقامات تاجیکستان بیشتر از پیشرفت‌ها میگفتند، مثلا قبول قانون ضد خشونت خانوادگی، افزایش معاش، حضور بیشتر دختران در دانشگاه‌ها، افزایش زنان صاحبکار و مبارزه با قاچاق انسانات دلیل می آوردند. ولی اعضای کمیته ضد تبعیض زنان به نمایندگان تاجیکستان چند سوال وزنین هم دادند، مثلا از حبس ژورنالیست و حامی حقوق الفت خانم محمدشایوه و دسترسی او و دیگران به مرافعه‌های عادلانه پرسیدند. در جواب ما دیدیم که عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول وزیر امور داخلی گفت که او گویا توسط شبکه‌های اجتماعی مردم را به بی‌نظمی دعوت کرده است. اگر به یاد داشته باشد مومن، الفت خانم محمدشایوه سال 2022 همگی چند ساعت پیش از بازداشتش گفته بود که هیچ جنایت نکرده است و یگان گناه هم ندارد، اما دادگاه او را به 21 سال زندان محکوم کرد. کیومرث، درباره مبارزه با خشونت در عائله هم بحث صورت گرفت. طرف‌ها چی گفتند و چی شنیدند؟ بله، قسم زیادی بحث در همین باره بود. مقامات گفتند که در تاجیکستان قانون درباره مبارزه با خشونت خانوادگی پرره تطبیق و اجرا می شود و در 5 سال گذشته به گفته آنها در دادگاه‌های کشور بیش از 2800 پرونده بررسی و سببگاران خشونت جزا داده شدند و آنها گفتند که اکثر همین خشونت کرده ها خویشاوندان قربانیان بودند. این نکته رو هم باید گویم که روز 29 ژانویه یعنی پیش از برآمد مقامات، نمایندگان سازمان‌های اجتماعی تاجیکستان هم در جلسه دید خود را به وضعیت زنان در کشور بیان کردند. مثلا آنها گفتند که در تاجیکستان شمار پناهگاه‌ها برای زنان خشونت دیده بسیار بسیار کم است. یک تاکید دیگر این بود که با وجود چاره‌هایی که برای حضور زنان در اداره‌های دولتی دوام 20 سال اخیر گرفته شدند، تا حال در هیچ یکی از ساختارهای دولتی از مقامات حضور 30% زنان تامین نشده است. تشکر. همکارم کیومرث عطا بود با مهمترین نکته‌های جلسه سازمان ملل در ژنو که وضع زنان تاجیک را بررسی نمود. سال گذشته در تاجیکستان 10 نفر به یک بیماری خطرناک گرفتار شدند که از حیوان سرایت می‌کند و در صورت سری وقت معالجه نکردن انسان را می‌کشد. مقامات رسمی دیروز ضمن یک نشست خبری درباره سرایت بیماری سوختنی به 80 نفر سخن گفتند و آمار دیگری را هم درباره سرایت بیماری‌های حیوانات به انسان آوردند. برای یوسفی هم در این نشست خبری اشتراک کرد. سال گذشته 4 نفر از بیماری هوری حیوانات فوتیده است.
این امور را مسئولان در نشست خبری کمیته امنیت عضوقواری اعلام کردند. با گفته آنها 34 مورد سیرایت‌شوی حیوانات به بیماری هوری ثبت شده است که باعث ایجاد خطر به اطرافیان شده است. مسئولان این کمیته از دیگر موردهای گرفتارشوی حیوانات به مریضی‌های سیرایتی صحبت کردند. 14 حالت برانگیزه بیماری سوختنی رو معاینه نمودیم در بین یعنی موادهای از حیوانات و در بین آدمان زیاده از 80 حالتی به قیدگیری بیماری سوختنی در بین آدمان به قید گرفته شده بود. کمیته امنیت عضوقواری بیشتر از 700 مورد سیرایت‌شوی حیوانات با مریضی بروسلوز را ثبت کرده است که باعث سیرایت‌شوی نزدیک 600 نفر آدمان با مریضی بوغمدر شده است. انتهای تابستان سال گذشته در نواحی ولایت ختلان مریضی سیرایتی میان چاروا خروج کرد که سبب تلفات چاروای ساکنان شده است. و همش کسل شدن. راستیگه واکسین نگذارونده بودیم. 5 تا کسل یک شمردن یک توصی. ولی مسئولان کمیته امنیت عضوقواری میگویند برای پیشگیری از خروج مریضی‌های سیرایتی میان حیوانات و پرنده‌ها سنجش و آزمایش گذرانیده تعداد مواد امکانی حیوانات به منطقه ها رسانیده‌اند. با مبلغ عمومی 4,238,844 سومانی موادهای بیطوری واکسین‌ها بر ضد بیماری‌های سوختنی، هوری، وبای سومدر، بروسلوز دسترس کرده شده. در سالهای گذشته در بعضی گوشه‌های تاجیکستان موردهای گرفتاری چاروهای خانگی به سومدرد و سوختنی یک مریضی خطرناک به قید گرفته شده است. مقامات میگویند سالهای اخیر بسیاری از ساکنان با امید صرفه پول به گاو و گوسفندان خود واکسن نمیزنند و آنها را در برابر خطر بیماری‌های سیرایتی آسیب پذیر میکنند. ساکنان میگویند نه همیشه امکان دسترس نمودن واکسن را دارند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیش از 2,300,000 چاروای کلان و بیش از 5 میلیون چاروای خرد وجود دارد. چاره‌داری یکی از شغل‌های اساسی ساکنان دهات و منبع درآمد عائله‌های زیادی است. مقامات گفتند که برای پولی که هنگام عبور یک ماشین گرانوزن در ناحیه واسه شکسته بود 1 میلیون سومانی ضرور است. نوار عبوری ماشین گرانوزن و شکستن این پول در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و کاربران زیادی نوشتند که رانندگان با استفاده از ساختارهای فساد زده از معیار بیشتر بار میکشند و راه و پل‌ها را خراب میکنند. همکارم محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش دارد. اداره راهسازی منطقه کلاب آسیبی رسیده به پل دهه حسن قربانی ناحیه واسه را شمرد و میگوید برای بازسازی آن تا 1 میلیون سومانی ضرور است. در صورت پیدا شدن این مقدار مبلغ پل بازسازی خواهد شد. اما در اداره راهسازی منطقه دقیق نگفتند که چنین سرمایه از کجا دریافت و بازسازی پل کی شروع خواهد شد. وزارت نقلیات اومده و دیدند توپاگا خلاصه‌های خود را پیشنهاد میکنند و یا به یک چی گفته زیاده از 1 میلیون پول در کار که برای برقرار کردن همون پول روز 4 شکستگی. پل روز 4 ینور هنگام گذاشتن یک ماشین گرانوزن از بالای آن دو نیمه شد. وزیر نقلیات در یک جلسه از شکستن پل سخت انتقاد کرد. وی گفت که بنابر سنجش آن ماشین قریب 52 تن بار داشته است. اما در منطقه کلاب برعکس گفته های عظیم ابراهیم گفتند که ماشین نه 52 تن بار بلکه 40 تن بار را می برد. صاحبکاری که شغل طبیعی رو میکشید وزن خودش را معین کردیم 40 تن معین شد. 40 تن معین کردیم و حجت را پیشنهاد کردیم با در بررسی قرار داره. با شکست پل راه اساسی و نزدیکی ساکنان دهه حسن قربانی از بین رفت. حالا حرکت نقلیات در آن پل را قطع شده است. افرادی که میخواهند تا شاهراه برویند باید از این مسیر پیاده گذرند. ساکنان میگویند انتظاری بیهوده است و به کندن پل سر کرده اند. آنها میگویند مجبورند خودشان این پل را برقرار کنند. مثل دهه حسن قربانی ناحیه واسه 4 پل دیگر در منطقه نیاز به تعمیر و ترمیمند. ولی برای این مبلغ جدا نشده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلا. گزارش درباره بی‌برقی را فردا پخش خواهیم کرد. سپاس که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار.